به خاطر اون که پسر یک پسر داشته است علی، نامش علی. این شیخ رئیس در همه بخارای شریف تولد میشه. موافق معلومات مأخذ اومده است، میگه اصلا اصلش اسماعیلی بوده است، پدرش اسماعیلی بوده است، اون پدرش حسن ای والله اعلم. سال 980 در بخارای شریف تولد شدگی است. یعنی که این خوردیش حتی در سن 6 سالگی شده که قرآن حفظ کرده بود. به حد حافظش حافظه قوی است. و در علوم اما عصر و زمان خودش همش ازبر کرد. ولی اساسگذاری میگن همین فلسفه مشروع ارسطوطل ارسطو است، نه که زنده گردانندش سیقل دهندش اولی ابن سینا است. فلسفه مشروع ارسطوطل ارسطو است. به زبان عربی مقصد ترجمه شده بود، نه که مردم نمیفهمیدنش اصلش بود. کتاب مقصد انا خود همین اولی ابن سینا قسم میکنه، میگه همین الله علم همین متافیزیک مافوق طبیعی ارسطو را 40 بار خوندم نفهمیدم. تو زمانی که کتاب ابونصر فارابی در دستم نرفت، اما بعدتر کم کم جنبه های دینی و اسلامی شد و همون فلسفه مشهوری که در اسلام در ابتداش بود، انا دیگه اساسگذارش همین شیخ رونایی نداشت. دیگه دولت برهم شد، خرخونی اومدن بخارا را ضبط کردن. بعدا سلطان محمود غزنوی حرکت کرد، خرخونی را شکست داد، بخارا را گرفت. سینا از بخارا بعد فرار کرد. توسط این همین شهر نیسو همین از اینجای اشکال قولی بوایه میگن دولت شیعیه. اصلا مذهبش شیعیه، نگه این همین خوندان قولی بوایه بغداد گرفته بودن. حتی در بغداد همین حکومت همیون میکردن. خلیفه عباسی همین بنام رنگی که ولی در بعضی مملکت ها ملکه هست و نگه پارلمان دولت اداره میکنه، اما خیلی بنام خلیفه بودن که در اصل کارهای دنیوی را و سیاست همین قولی بوایه میبودن. سینا رفت همونجا، از بس که علم بسیار بلند مرتبه در ابتدا همچه علم بعدا همچه وزیر قبول شد. در خاندان هم قولی بوایه یک مدت وزیر بود، وزیر یک دولت بود، شخصیت معروف بود. سال 1037 در همه همدان دنیا میگذره، در شهر همدان مرکزش همونجا. اطراف عقیدهش و اطراف مذهب پیروی کدام مذهب دیگرش سخنهای مختلف است. اگه اون چیزی که من دسترس کردم، پدر و مادرش اصلا اسماعیلی بودن، از شیعه های باطنی، اما خودش بعدا از چی شد؟ شیعه مذهب امامیه را قبول کرد، امامیه اهل تشیع. اما آخه سینا را همچه علم دینی نه، همچه علم دنیوی و علم طبیعت شناس همتری میشناسن و نسبتش احترام هم بسیار بزرگ است. شیخ ابوالحسن خرقانی احترامش میکرده است، میرفت نزد همون. این شیخ ابو سعید ابوالخیر قطع همنشین بود، در مجلس های موعظه شرکت میکرد. فقط همین ابو حامد محمد غزالی به خاطر اون که این نماینده فلسفه هست، یکی از بزرگترین نماینده فلسفه مشروع است، بسیار سخت تنقیدش کرد، عقیده‌اش زیر سوال برد. در همین کتاب تحافت الفلاسفه حتی همین به خشم غضب حکم کفر هم ترین هم دادگیش. اما قول همین مذهب خودمان احناف ما بسیار مذهب بسیار مذهب معتدل است. چرا اکثر مسلمانای عالم پیرو این مذهب هستند؟ بسیار معتدل است. همین کلمه کفر بسیار کلمه وزبین است. هر کسی میگن اگر به شرط سخنی گفته باشه که همین چندین وجهش به سوی کفر دلالت کنه و همین یک وجهش به سوی ایمان دلالت کنه، اگر یک تعویل خورد که کم داشته باشه، هیچ وقت مسلمان حکم به کفر نکنه که بسیار وزبین است. هر کسی یک مسلمان را میگه یک کافر، میگه اون سخن در رسول نمیگوید، میآید. اگر به شرط اون طرف مقابل کافر نباشه، برمیگرده در سر اون گویندش میزنه. بسیار وزبینایی کرد. مقصد یک عالم دنیا شناس بود، عالم فیلسوف، شخصیتی است که اوجه تو همه عصر 17 را کتاب اول ابن سینا القانون فی طب، کتاب رویمیزی تمام مدیکای اروپا بود.
درس میگفتن در اونیورسیته کتاب درسی بود، کتاب اساسی بود. این شخصیت توزی را دنیا میشناسن، خصوصا که در وقت‌های اخیر عقیده‌اش خیلی تغییر خورده بود. شاید خیال میکرد که همین ابو حامد محمد غزالی خدا رحمتش کنه همین کتابی اشارات و تنبیهاتی خیلی ندیده است ابو علی ابن سینا را، و ایلو خیال میکرد که اگر همین را میدید این گپا را نمیگفت، برای که کتاب اشارات و تنبیهات از کتاب‌های اولای سینا خیلی فرق میکنه. در اینجا حتی همین نمت 9-10 باب 9-10ش پره در اطرافی همین عارفای بحثش، عارف کی را میگن، زاهد کی را میگن، عابد کی را، مقامات العارفی نام داره همون کتاب. مقصد اراده چی است؟ همون مقامات تبتل تا فنا را تا همون فنا فی الله معنی چی است؟ همین خیلی خشروی شرح داده یه ابو علی ابن سینا که همین آدم میگه که معلومات بگیرم، بهترین معلومات همین کتاب گرفته میشه. ولی خودی عارفا گپ زنن همین گل میگن، بلبل میگن، عاشق و معشوق مایو نمیدونم شمع سوز نمیفهمی. اگر پوشو اگر اما اصطلاحای همو را نفهمید او ترمینولوژیشو صرف عارفون ایدا نمیفهمه، آدمی که وارد نیست نمیفهمه. ای سینو مثل که یک استاد طلبه‌اش تعلیم میده که همون خیلی مقصد که ساده کرده، عادی کرده، عارف کی را میگن، عابد کی را میگن، چخیل آدم آیا درجه به درجه دیگه میرسه. همین را مقصد که با دلیل‌های عقلی بسیار سبکه که اصول کرده پیشنهاد کرده است. حقیقتا کارش عارفا دا معقول نشد، عارفا قبول نکرده، نه که خدا روسی خیلی سعی چه کرده است که همش عالم طبیعت شناس، نه که عارفا ای را قبول نمیکنه. عرفان میگن چیزی نیست که ای عقل ای نگاه عقلی شرحش بودی، این بحر در تو شینا نکنی نمیفهمی چی ای. سبحان الله. حضرتی خواجه حافظ میگه قدری مجموعه گل مرغ سحر دانده بس، که نه هر کو ورق خواند معانی دانست. ای که از دفتر عقل آیه عشق آموزی، ترس همین نکته و تحقیق ندانی دانست. بعضی از شعری های خواجه حافظ میگن که همین ابیات همین غزلش و همین سینو مقصد چی داره، رابطه داره و سینو نگرانده شدگیه. ای سینویی که از دفتر عقل میخوای آیه عشق عرفان رو آموزی، میترسم که خودتی چی را فهمیدگی نیستی. میگه نه که اگر بسیار نازک گفته است خواجه حافظ نامش آورده است، اما شیخ رئیس اشکار میگه که مولوی روم میره اشکار نامش گرفته. حتی درباره عارفا گپ میزنه حضرت و میگه انا عارفا با نور قلب نگاه میکنه. نور قلب عارف نور الله ای، ای جانب پروردگار ای. آن که او این نور را بینا بود، شرح او کی کاری بو سینا بود. عارفه که به هر یک چیزی دنیا با نور الهی نظر میکنه، در زیر تجلی نور پروردگار هر چیزی را مشاهده میکنه. ابو علی ابن سینا را چی شرح دادن کاری او چی؟ نوری چشم خود نوری دل است، نوری چشم از نوری دلها حاصل است. نوری دل نوری خدا، کوز نوری عقل حس پاک و جدا. آن که او این نور را بینا بود، شرح او کی کاری بو سینا بود. اما به هر وجه صورت ما افتخار میکنیم الحمدلله که شیخ رئیس ابو علی ابن سینا یک مسلمان وقتی درباره دستاوردهای اسلام و مسلمانان گپ میزنن، در همون زمره اولین ها نام ابو علی ابن سینا را میارن. فرق نداره عرب عجمی مردم سرزمین ما هندی هر مسلمانی که باشه، در مقابل همون بدگوها و کسایی که نسبت اسلام میخواهن که یک داغ وارد کنن، در اون میگن که او اینا ابو علی ابن سینا که مقصد نمیقدر درجه و منزله داره، ببینه که این مسلمان ای از اسلام ای مسلمان های ما این باعث افتخار مسلمان های. برای همین کسا را باید که سنگ معلومات کمتر بزنیم. بعضی آدم بسیار متشدد ای خیال میکنه این به فایده و منفعت اسلام هم نیست، جامعه هم نیست. ولی همون یک شیخ احمد دیدات بود فکر میدونه، خدا رحمت مغفرتش کنه. همین مرده که خدمت‌های کرده در اسلام
آخه کاری را او میکرد که در مجموع اگر بگیری همه ملوها جمع شوند انجام بوده نمیتونستن. همون بحث مباحثه‌ای که با اپیسکوپای نصرانی میکنه، با یهودی ها میکنه، با دیگر مردم میکنه، ملا اگه میتونه او را بکنه. او برای که ملا تورات خوندگی نباشه، ملا بیبلیا را مقصد که حفظ کردگی نباشه، او کردگی است. در بیان مسلمان ها آدمای پیدا شدن که همین احمد دیدو تا سنگ معلومات زدن. این قرآن اساس نمیفهمه، این در عقیده میلنگه. بله، اگه این شیخ الاسلام نیست یا خوبه چرا؟ شاید که همون کتاب بیبلیا را از قرآن در جوتر حفظ کرده باشه. نه که فونکسیای او دیگه است او هر کس باید کاری خود چک نکنه. او فتوا نداده است که بیچاره. او از اسلام دفاع کرده است بر ضد اون مردم نصرانی و دیگر که سعی تلاش می‌ورزند که اسلام همچه یک دین سیاه و دین تروریستی و دیگر آشکار بسازند. قطعی هوا مبارزه می‌برد و حقیقت اسلام رو بیان می‌کرد. بعد بخیر بله این یک جوده است که هر کس چه هنری داره باید نشان بده. هر هنری داری همین مقصد سعی که فایده و منفعت به اسلام و مسلمانان برسه. این مرد اگر همین نقطه نظری اگر علوم طبیعی و دنیوی بگیری خدمت‌هایی کرد که خود هیچ قیاس نمی‌کنه. یعنی به قدری ترین مردم رسیدن در